سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. تو این ویدیو قراره یه دونه اینورتر 40 وات بسازیم که میتونیم زمانی که برق میره لامپامونو باش روشن کنیم، یا تو ماشین باشه یه وقت شارژ گوشیمون تمام شد شارژر رو بزنیم. ولی دقت کنید این اینورتر خیلی برای وسایل قوی مناسب نیست، چون فقط 40 وات خروجیش و موجش شبه سینوسیه و سینوسی نیست. خب وسایلی که برای این اینورتر نیاز داریم، یه دونه پک باتری 12 ولته که باید روش یه ماژول بالانسر شارژ یا این ماژول شارژ رو بذاریم و ازش یه خروجی بگیریم. بعد چیز بعدی که نیاز داریم یه ماژول اینورتر 40 واته که من خیلی از سایت الکمیک خرید میکنم و واقعا خیلی سایت خوبیه. تبلیغشو نمیکنم، اسپانسرم نیست، ولی واقعا سایت خوبیه. اینا هم همشون رو میتونید از سایت الکمیک بگیرید. این باتریا با این ماژول هم میتونید از سایت پروتکنیک راحت خرید کنید. حالا ما باید این باتریمونو مثبتشو مستقیم بزنید به مثبت ماژول. اینجا ماژول میبینید نوشته 12 ولت مثبت، 12 ولت منفی. بعد اینجا نوشته AB. این AB میشه خروجی 220 ولت و این مثبت منفی پایین هم میشه ورودی 12 ولت. حالا ما سیم مثبت باتریمونو میزنیم. خب دقت کنید که منفی هم نزنید. الان ما باید یه دونه کلید راکر برداریم، همونطور که میبینید. به یکی از پایه‌هاش یه سیم وصل کنیم و به اون یکی پایه‌اش سیم منفیمون رو وصل کنیم. همینطور که میبینید من وصل کردم. و بچه ها حواستون باشه موقع وصل کردن کلید این روی روشن نباشه، روی صفر یا خاموش باشه، چون اگه روی روشن باشه دست بزنید به برد برق میگیرتتون و خیلی خطرناکه. حالا ما لامپمون رو میان وصل بکنیم به AB. خب الان مدار تکمیله، فقط کافیه که ما این کلید رو بزنیم تا لامپ روشن شه. این مدار خروجیش 220 ولته و حواستون باشه که به این سرپیچ دست نزنید و به بردم دست نزنید، فقط این کلید. همینطور که میبینید. آقا تا اینجا اومدی یه لایک و سابسکرایب بکن، نظرتم تو کامنت ها بنویس. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.